گیورگی مدیر یک کارگاه دوزندگی در مسکو است. همراه با کارشریکانش به تهیه لباس‌های گران ارزش مشغول است. با بسته شدن مرزها کارگاهش با کمبود کارگران مواجه شد. به شرکت دوزندگان ماهر و تجربه دار ضرور است. متخصصان را هم از حساب شهروندان روسیه و هم از میان مهاجران کاری از آسیای میانه می‌جویند. به گفته گیورگی مهاجران آسیایی در این کار مهارت بیشتر دارند. شرکت ها دائم به متخصصان بلند اختصاص نیاز دارند. حتمی نیست که کارگر شهروند روسیه باشد. ما به متخصصان از آسیای میانه هم توجه میکنیم. بنابر خروج پاندمی کرونا ویروس روای مهاجران کاری خیلی کم شد. این عامل البته به فعالیت ما تاثیر رساند. ما تجربه کار با دوزندگان داشتیم. طور تجربه نشان داد آنها از نظر کسبی خیلی خوب هستند. الیسیا یکی از متخصصان شرکت با عقیده کارشریکش موافق است. او میگوید در شرکت بنابر چند سبب کارگر نمیرسد. حالا ما کمبود کارگران را مشاهده میکنیم. محض کارگران بلند اختصاص را که میتوانند لباسهای دوختشان دشوار را تهیه کنند. از چی سبب این حالت به میان آمد؟ با گمان من پس از پاندمی قسمی از دوزندگان چیره دست به زادگاه خود برگشتند. سویتلانا برای چندی از کاردهندگان از میان مهاجران کارگر انتخاب می کند. وی میگوید حالا نه تنها کارخانه های نساجی بلکه چندی از عرصه های دیگر هم بنابر پاندمی با کمبود کارگران روبرو شدند. امروزها کمبود کارگران از حساب مهاجران کاری به مشاهده می رسد. یک زمره جایهای کاری خالی به مهاجران احتیاج دارند. از جمله کوچه‌روبان، تمیزکاران، کوریرها نمی رسند. طربخانه ها نیز به کمبود کارگران دچار آمدند. آشپز، پیشخدمت، طبقشوی ها ندارند. کمبود نیروی کاری را در حکومت مسکو هم احساس کردند. حالا مشکل وجود دارد که در مسکو شمار مهاجران خیلی کم شد. بنابر بعضی حساب‌ها 40%. این البته روی بازار کار و بخش کمونالی تأثیر گذاشت. خصوصا به کارهای موقتی از جمله برفروبی. علیرغم ایده‌هایی که مهاجران جای کار شهروندان روسیه را بند می‌کنند، تجربه تمایلی برعکس را نشان می‌دهد. روسیه و از جمله مسکو به مهاجران نیاز دارد.